ما دیگه زیر گارد مخالف رو نمیگیم، چون بهتون گفتیم چجوری میگیرید. بعد از اینکه زیر ما گرفتیم اومدیم اینجا، حالا چه نشسته بودیم چه سر رو گرفتیم، اینجاییم. ما میخوایم پیشکاسه رو خدمتتون بگیم. سر جدا نمیشه بچه، این نباید جدا شه. این کاملا میبینید کاملا چسبیدم. حریف پاشو نمیذاره من بیارم بیرون بیارم بالا، ولی پای خودم مال خودمه، پای خودم رو میارم. میبینید همینجا که پا رو میارم دست رو میذارم حرکت میکنم به پشت، با شونم هم فشار میدم. پیشکاسه گارد مخالف اینه، از بالا هم نه، پیشکاسه دقیقا روی زانو میذاری، میچرخی دقیقا اینجا خاک میکنی اول، بعد فتیله رو میگیری. حالا فتیله بارانداز میزنی، فتیله میزنی. این تو گارد مخالف. یه بار دیگه من بدون صحبت انجام میدم. این تو گارد مخالف. حالا شما گارد موافق گرفتی، حالا گفتیم چجوری میگیری. اومدی اینجا، حریف سرتو داد تو، ناامید نشو، داد تو، همین پیشکاسه اون ور میشه. شما باید دو طرف بتونی بزنی، همین میشه. ببینید دست منو، شونه منو کامل ببین داره میره اصلا. شما باید تو کشتی مهندسی کشتی بگیرید. یه فن زدی جای سرت عوض کرد دست تو، باید بدونی اگه آقا این کارو کرد من باید این دوتا فرن بزنم، اگه این نشد اونو بزنم. تو ذهنتون، من خودم زیر میگیرم تو ذهنم خاک اینه، ولی وقتی سرمو داد تو ناامید نمیشم، همونو میکنم پیشکاسه. پس فن امروز ما شد زیر مخالف پیشکاسه تبدیل به فتیله. تو موافقم سر عوض کرد همونو. باید دو تا دستتون بتونید سرتو بزنید بچه. دو گارد کشتی نگیرید الان نمیتونید بیاید بالا تو ایران. حتما باید زیر دو طرف بتونی بگیری، جای سر عوض کردن بتونی فن دیگه ای بزن. الانم